ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 46. در حدود باختر شمالی یک قطار قرغان و قبرستان ها تحقیق شده اند که به دوره کوشانیان منسوب بوده در قسمت راست دریای آمو در موضع های وادی بیشکند جای گیرند. از گورخانه های تلخار، اریقتاق، قاقم در وادی بیشکند، ظرف های سفاری، پیکان های چقماق سنگی، برنجی و میسی، کارد و شمشیرها، آینه های برنجی، منچاق های خاصی مردم کوچمنچی به دست آمدند که به ساکنان چاروادار و زراعتکار این موضع منسوبند. جسدها یک پهلو در حالتی که دست و پایشان در هم کشیده شده است دفن کرده شده اند و اطراف بعضی گورخانه ها با تخت سنگ های کلان احاطه گردیدند. تدقیق این گورخانه ها را مندلشتم و اکسپدیسیون باستانشناسی جنوب تاجیکستان به انجام رسانیدند. در قبرستان تلخار، اریقتاق و قاقم اشخاصی دفن شده اند که از روی ساخت کاسه‌خانه سر و استخوانی روی به نژاد اروپایی های تمدن اندراناوی قرابت دارند. همچنین از دخمه های آثار مدنیتی وخش که در پایاناب دریای وخش و قزلسوی جنوب تاجیکستان در موضع های پالوان توقی، وخش، آیکول، جرقول و مکان مار تدقیق شده اند، جسدها را یک پهلو با دست و پای قطع شده گرانیدند. از این قبرها نیز ظرفهای سفاری، مصنوعات فلوزین از جمله آینه، کارت، خنجر، سری گرز یافت شده اند که از چاروادار و زراعتکار و صاحب مدنیت پیشرفته بودن ساکنان آن دلالت می کنند. گذشته از این قبرهای حفر شده تلا تپه در قسم افغانستان شمالی که سالهای 1977-79 از جانب باستانشناسان شوروی از جمله باستانشناس تاجیک پولادوف صورت گرفته بود، گفته های بالا را تقویت می بخشند. از 6 قبر حفر شده قریب 20,000 نمونه آثار گرانبهای صنعت زرگری به دست آمده است که آنها عاید به عرف و عادت، رسم و آیین دفن کنی، جهتهای اتنیکی دفن شدگان، سر و لباس، یراق و غیره که خاصی ساکنان باختر شمالی بودند معلوماتهای نادر می دهند. حفریات قبرستان تلا تپه شهادت می دهد که در زمان کوشانیان رسم و آیین گورانیدن با عنعنه آریایی های شرقی قرابت داشته جسد اشخاصی صاحب نفوذ با سر و لباس گرانبها، کمزول و کرته، کله‌پوش‌هایی با طلابرگ و جواهرات و زر و زیور آرا یافته دفن گردیدند. سر و لباسی با طلا آرا یافته و بازیافت‌های گرانبهای این قبرها عالمان را به اندیشه‌ای واداشته است که شاید در یکی از این قبرها نمایندگان خاندان کوشانیان خاک شده باشند. بازیافت‌های تلا تپه علل خصوص تنگه های برویش مجمری آتش سکه شده
و دیگر نمونه‌های صنعت آرایشی خاص آریای تباران شهادت می‌دهد که کوشانیان به طریقت بزرگداشت آتش و دیگر خدایان مذهب آریایی اعتقاد داشتند. تدقیق مفصلی خزانه طلا تیپه را و باستانشناسان و انتروپولوگ ها واگذار نموده، در عین حال تخمین میزنیم که این بازیافت های نادر در آموزش احیای تمدن آریایی و تأثیر متقابله تمدن های ایلینی، هندی و سکایی و پیشرفت صنعت عهد کوشانیان موادی فراوانی می دهد. ناگفته نماند که محققان ساحه انتروپولوژی و باستانشناسان لیتوینسکی، مندلشتام، گینزبورگ، زیزنکووا، پوری، کیاتکین و دیگران در نتیجه تحقیقات‌های باستانشناسی آموختن گورخانه‌های مختلفی حدودهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، هندوستان، ترکستان شرقی به خلاصه آمدند که کوشانیان از روی طرح کاسه‌خانه سر و دیگر نشانه‌های انتروپولوژی به نژاد اروپایی منسوب بوده با ساکنان محلی قرابت داشتند. به قول یکی از محققان جنبه‌های اتنیکی و انتروپولوژی کوشانیان Зизенкова. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что кушанские племена в антропологическом отношении были, безусловно, европоидными. В основном, какая-то часть их была близка к варианту среднеземноморского типа, другая приближалась к типу среднеазиатского междуречья, а какая-то часть была смешанной, но близкой по типу к местному населению. Следовательно, образование кушанского государства не внесло заметного изменения в этногенетический процесс аборигенов. قابل قید است که عالم توانای ازبک غلامف به مسئله دولتداری کوشانیان و شبکه آبیاری در عهد آنها دخالت نموده، به مدنیت آبیاری و زراعتکاری یویجی ها بهای خیلی بلند داده است. او قید می نماید که یویجی های کبیر ساکن دخیه باختر عنعنه سابقه زراعتکاری و باغداری محلی را ادامه بخشیده، به نگاه و بین کانال و زهبرها اهمیت خاصه می دادند و گذشته از این شبکه های نوی آبیاری بنیاد می نمودند که این خاص قوم های از صنعت دهقانی و کشتکار با خبر است. او برای تصدیق فکرش شبکه آبیاری حفریات باستانشناسی افراسیاب را در ناحیه خواجربات، سد آبیاری ورغسر و کانال درغ را مثال می آورد که در عهد کوشانیان در آغاز عصر 1 میلادی بنیاد شده. قسمت جنوبی وادی سمرقند را سیراب می نمود. به قول عالم نام برده، забота об ирригации была одной из важнейших функций кушанского государства, как и многих других восточных деспотий. Бостоншеносические изыскания свидетельствуют о поистине грандиозном размахе ирригационного существования Кушанского царства. Крупные магистральные каналы правобережного и левобережного Хорезма, Гохоро, Гейхканик, Вадак, Буве, многочисленные растительные сооружения в Бухарском, Самаркандском, Ташкентском, Ферганском и других оазисов, левобережный магистральный канал Шахрут на Нижнем Заравшане построены при Кушанах. واقعاً در حوزه دریای زرافشان شبکه آبیاری به درجه بلند ترقی کرده، کاریز و کانال‌های قدیمی باقی ماندند که برای نگهداری و استفاده منتظم آب
پیش بینی شده بودند. در نتیجه انکشاف یافتن سیستم آبیاری در باختر شمالی، واحه‌های نوی کشاورزی به وجود آمدند که یکی از آنها وادی بیشکند می باشد. وادی بیشکند توسط کانال درازیش 15 کیلومتر آبیاری شده، شبکه آبیاری وادی وخش تقریباً 40,000 هکتار زمین کارم را آبشار می نمود. در این دوره تکنیک کارکرد زمین تکمیل یافته، استفاده آماچ پازدار معمول می گردد که این به انکشاف ساحه کشاورزی در زمان کوشانیان دلالت می نماید. گذشته از این، تحقیقات‌های باستانشناسی نیم عصر آخر شهادت می دهد که در عهد کوشانیان حیات مدنی، هنرمندی و خواجگیداری در بخارا و سمرقند، وادی‌های وخش و فرغانه پیش رفته، سطح آبیاری و کشتکاری زمین‌ها می افزاید. علاوه بر این، از روی تحقیقات‌های باستانشناسی و مقایسه با ششگاه‌ها و شهرستان‌های قدیمه عهد کوشانیان در باختر شمالی، باستانشناس و مورخ رتویلادزه به خلاصه رسیده است که تنها در ساحل راست دریای آمو تقریباً 191 باششگاه و شهرستان‌های خرد و بزرگ موجود بود که این از سطح بلند انکشاف ساحه کشاورزی، رواج و رونق طرز مقیمی زندگی و گسترش هنرمندی و شهرسازی گواهی می‌دهد. موافق معلومات‌های باستانشناسی، هنگام دولتداری کوشانیان در باختر شمالی شهرهای خیلی زیاد، از جمله شهرهای بزرگ بلخ، مساحت عمومی شهرستان 550 هکتار، ترمیز مساحتش 350 هکتار، شهر نو در تاجیکستان مساحتش 350 هکتار موجود بودند که چون مرکزهای بزرگ مدنی و تجارتی شهرت داشتند. از جمله خرابه های شهرستان دوشنبه در جای حاضره شهر دوشنبه، گرو قلعه در نزدیکی یاوان، کیقوباد شاه در شهر توس، افراسیاب در سمرقند، دلورزین تپه، خیرآباد تپه، زر تپه در وادی سرخندریا، گور قلعه در مرو، بگرام در نزدیکی شهر کابل، تکسیله در قریبی رولپیندی هندوستان، 400 در نزدیکی پیشاور از جمله شهرهای آباد و مرکزهای هنرمندی و مدنی عهد کوشانیان به شمار می رفتند. بازیافت‌های باستانشناسی شهادت می دهد که در صنعت شهرسازی، معماری و دیگر عنصرهای مدنیت و عنعنه‌های بدیعی عهد کوشانیان تأثیر فرهنگ خلقیت‌های محلی آسیایی میانه، اینچنین تأثیر تمدن ایلینی، مدنیت بودایی و غیره مشاهده می گردد. در بین یادگاری‌های پرقیمت صنعت کوشانیان، باشه سنگین ستون از شهر نو، مدالیون با عکس دیانیس و حلقه شبیه ابوالحول از دوشنبه، بازوبندهای گوناگون، حلقه و مرجانها از قبرستان تویخانه، هیکلچه ها، مصنوعات سفاری و دیگر آثار نادری از حدود تاجیکستان پیدا شده از بالاروی نمودهای مختلف صنعت شهادت می دهند. علال خصوص بالاروی صنعت شهرسازی، معماری و دیگر نمونه های ناتکرار آثار نفیسی عهد کوشانیان را در خرابه های شهرستان قدیمه افراسیاب و پنجکند مشاهده می کنیم. و اگر بگوییم که در زمان کوشانیان شهرسازی به اوج انکشاف رسیده، تمدن خاصه شهرداری تشکل یافت، خطا نخواهد شد، زیرا باختری باستانی
که با نام کشوری هزار شهر از عهد کیانیان شهرت داشت و دولتداری و تمدن آریایی را پرواز بخشیده بود، در عهد الینیزم تمایلی تازه یافته از عنصرهای معماری و شهرسازی یونانیان برخوردار گشت. اسکندر مقدونی و سلوکیان به خاطر پایداری دولت و دولتداری خیش چندین شهرهای خرد و بزرگ و استحکامهای حربی بنیاد نموده می کوشیدند که به تمدن الینی وسعت بخشند و بیهوده نیست که در قلمرو باختر و سوخت و پارت چندین شهرهای نو با نامهای اسکندریه، سلوکیه و انتیاخیه قامت افراختند که این باعث غنیتر گردیدن تمدن شهرسازی و فرهنگ شهرداری نیاگانی آریایی ما گردید. در زمان کوشانیان عنعنه دیرینه شهرسازی و تمدن شهری گسترش یافته در زمینه وسعت یابی و مقام بین المللی پیدا کردن راه بزرگ ابریشم شهرت جهانی را نائل شد. تبار آریایی های کوچمنچی صاحب دولت از تأثیر تمدن شهری و مدنیت شهرداری به شکل مقیمی زندگی رو آورده از حالت تاریخی شهرداری و میراث مشترک فرهنگی آریایی ها تدریجاً قوم پرخاشجوی و کشورکشای یوی جیها را پرورید و آنها را به رسم و آیین و اصالت دیرینه دولتداری آریایی های شهری نشین آشنا ساخت. و سلاله کوشانیان در طول 100 ساله توانست که بهترین عنعنه های دولتداری آریایی ها را کاربست نموده از شرافت مقام جهانی یافتن راه بزرگ ابریشم و پیش گرفتن سیاست ساختن دولت یگانه و متمرکز به یکی از بزرگترین ایمپریه های دنیای قدیم تبدیل یابد. گرچند درباره ماهیت سیاسی و اقتصادی، تجارتی و فرهنگی، دیپلماتی و بین المللی راه بزرگ ابریشم مورخان و باستانشناسان زیاد ابراز اندیشه نموده این جاده تجارتی را وصلگری کشورهای شرق و غرب نامیده باشند، هم باید ذکر کرد که مقام عمومی جهانی این راه در زمان کوشانیان خیلی و خیلی می افزاید. از خطای به شهرهای سمرقند و بخارا، بلخ و ترمیز، لیوکند و قبادیان به جز ابریشم آینه های برنجی، اشیاهای لاکی آورده از این شهرها نقره و طلا، سیماب و نوشادیر، کمان و شمشیرهای خوش ساخت، اسبهای ذاتی خوتلانی و اشترهای بارکشی باختری می بردند. مخصوصاً داد و ستد کوشانیان باریم و دیرتر با ایمپریای ویزانتیه مقامی بین المللی راهی بزرگی ابریشم را افزوده شهرهای آوازداری ریم، کنستانتینوپل، پالمیرا، ادسا، اسکندریه و غیره به مرکزهای بزرگ تجارتی جهان تبدیل می یابند. در این شهرها متاع ابریشم قیمتی خیلی بلند داشته با زر خالص برکشیده می شد. علل خصوص متاعهای نفیس ابریشمی سغدی که کاسبان و هنرمندان بخارا و سمرقند و استروشن و پنجکت می بافتند در شرق و غرب خریداران زیادی داشتند. گهواره استحصال و کارکرد ابریشم ایمپریای چین بوده، چنان که در بالا دیدیم قومهای آریایی تبار یویجی ها، خونها و اسونی ها از آغاز شهرت یافتن ابریشم به خرید و فروش، انتقال و میانروی آن دست داشتند. علل خصوص
سوداگران سغدی که در همسایه کشوری این قوم‌های کوچمنچی آریایی تبار بود و باش داشتند، در گستریش تجارت ابریشم خدمتی بزرگ کردند. حتی در دوره‌ای که ایمپریای نوخیز ساسانیان برای از خاکش گذشتن کاروانهای ابریشم اجازت نمیداد، تاجران سغدی توسط بیابانهای ناپیدا کنار سمت شمال بحر خزر کاسپی را چرخ زده، کوه‌ها و دریاهای دشوارگذر قفقاز را پس سر گذاشته، با نفت جان و عذاب و مشقت‌های بیشمار تا ویزانتیا و ریم می رسیدند. دولت قدرت طلب ساسانیان که در سری راه تجارتی ایمپریای کوشانیان، ایمپریای ریم و ویزانتیا دامن افراخته بود و از رابطه تجارتی این کشورها سود می برداشت، سعی و کوشش می نمود که به داد و گرفت و تجارتی بیواسطه کشورهای شرق و غرب ممانعت رساند. ولی داد و گرفت از طریق راه شمالی ابریشم صورت گرفته. به قول شرق شناسی معروف برتولد، این شاخه راه بزرگ ابریشم از آسیای میانه توسط مرکز خوارزم و سمت شمالی بحر خزر به سوی ویزانتیا می رفت و طلبات روزافزون ویزانتیا و همسایه کشورهای آن را با ابریشم و متاعهای نفیس قانع می گردند. کاروان تاجران به واسطه این راه دشوار گذر دریاهای یایک، والگا، کفقاز شمالی، شهرهای اپسیلیا، رگاتاری، کنار بحر سیاه و ریان را سپری نموده تا به طرابزان می رسیدند. و طبیعی است که کوشانیان با خرید و فروش و تجارت ابریشم خیلی بر وقت آشنایی داشتند. بعدی در قلمروی باختر به دولتداری رسیدن به گستریش راه بزرگ ابریشم مساعدت نمودند. راه بزرگ ابریشم در نوبت خود قدرت ایمپریای کوشانیان را افزوده، باعث پیشرفت نیروی سیاسی، اقتصادی و مدنی آن می گردد. در نتیجه داد و ستد و معاملات و روابط تجارتی کشورهای گوناگون شرق و غرب، فرهنگ بازارداری و تمدن شهری نیاگان ما باز هم بالا رفته، تمدن آریایی از تأثیر فرهنگ و تمدن کشورهای دیگر غنی‌تر می شد. به اندیشه Гумильев. Особенно возросла роль шелкового пути в эпоху Кушанского царства первых во вторых веках нашей эры. Кушанские власти заботились о благоустройстве дороги, и по ней нескончаемым потоком шли торговые караваны и ремесленники-одиночки в ту и другую сторону. Именно благодаря кушанам римские монеты попали в Индию, где они имели хождение наряду с местными, а индийская резная кость оказалась в Италии. Монеты правителей Кушании Канишки находят в Скандинавии и во Франции. В древнем кушанском городе Канисе, в 80 километрах от Кабула, французские археологи нашли китайские лаковые изделия, изделия из стекла, греческие сосуды с одного из чудес света – Фаросского маяка и многочисленные бронзовые изделия, посвятительные предметы культов эллинистического времени. На шелковом пути в развалинах старых городов находят египетские стеклянные бусы. В Ливанте и Египте памирские драгоценные камни, лазурит и бирюзу. همین طریق راهی بزرگ ابریشم به تشکل و قوتگیری و بالاروی نیروی سیاسی و اقتصادی دولت بزرگ کوشانیان مساعدت نموده. در تاریخ تمدن بشری همچون دوره متحد شوی
و زیر پرچم یگانه گرد آمدن خلقیت‌های گوناگونی آریایی تباری آسیایی میانه و آسیایی مرکزی اعتراف شده است. مست در همین دوره تمدن آریایی از دایره نسبتاً محدودی خیش عبور نموده از دستاوردهای تمدن عمومی بشری برخوردار می گردد و به چشم دامنه‌دارتر می رسد. اگر به عباره علامه باباجان غفورف گوییم: Кушанский период занимает важное место в истории Индии, Афганистана, Пакистана, Средней Азии. Кушанская эпоха была значительным этапом не только в истории каждой из упомянутых стран. Это была знаменательная веха в историко-культурном развитии Востока и всего человечества. Исключительное значение сыграло политическое объединение различных по этносу, языку, культуре, религии народов и племен. Более 2000 лет назад Средняя Азия, Северная Индия, Пакистан, Афганистан и Восточный Иран вошли в состав единого государственного образования. Могущественная империя протянулась тогда от берегов Аральского моря до Индийского океана и встала в один ряд с тремя другими великими державами той эпохи – Римом, Парфией и ханским государством. Кушанская держава была одним из важнейших звеньев политической системы древнего мира. خود از خود سواری به میان می آید که آیا کوشانیان خود را دوام دهنده آیین دولتداری و تمدن آریایی می حسابیدند یا از رسم و آیین و کیش تازه ایجاد دیگری پیروی می نمودند. در این باره کوشان شناسان و مورخان عقیده های گوناگون دارند. بعضی عالمان بر آن اندیشند که کوشانیان بنیادگذاری کیش تازه بودایی در آسیای میانه بوده تمدن سابقه آریایی را از این مرز و بوم تنگ نمودند. موجودیت عبادتخانه‌های بودایی و هیکل‌های محتشم خدایان در قلمرو باختر علل خصوص بلخ و ترمیز، زرتپه، ایرتام، قراتپه، فیاض تپه، دلورزین تپه و نهایت بازیافت‌های عجینه تپه که به دوره نسبتاً دیرتر منسوبند عالمان را بران واداشته است که موجودیت و رواجیابی کیش بودایی را در عهد دولتداری کوشانیان اعتراف نمایند. ولی دسترس گردیدن دو کتیبه بسا نادر و گرانبهای عهد کوشانیان، کتیبه سرخ کوتل و کتیبه رباتک، در علم کوشان شناسی انقلاب تازه انگیخته به کشادن صحیفه های نوی تاریخ دولتداری و رسم و آیین دینی پادشاهان کوشانی باعث گردید. کتیبه سرخ کوتل که سال 1957 هنگام حفریات معبد سرخ کوتل در جنوبتر قندوز 15 کیلومتر دورتر از قسمت جنوبی پول خمری به دست آمده بود، در میان متن شناسان و زبان شناسان شور و ولوله انگیخته به ساحه نوی علمی زبان باختر شناسی زمینه گذاشت. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори 46-ро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хуҷамқул, коргардон шералии навзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.